ما دعوت شدیم که ببینیم چجوری توی قمصر که انگار به اصطلاح خیلی‌ها به اسم گلاب میشناسنش و به اسم گلای سرخش میشناسن، ببینیم که چجوری این درست میشه. و لطف کردن یه حاج آقایی که به اصطلاح پدرشون جزو قدیمی ترین افرادی بوده که تو قمصر گلاب میگرفته، ما رو دعوت کردن که این پروسه درست کردن گلابو ببینیم و اونو برای شما فیلم برداری کنیم و بهشون نشون بدیم. خیلی جالبه که درسته که ما این پروژه به اصطلاح هیومن پیس رو خیلی وقت شروع نکردیم، ولی همین که همه میشنون که ما داریم اینو به اشتراک میذاریم با تمام دنیا، خیلی‌ها با روی باز از ما پذیرایی میکنن و اصطلاح سعی میکنن که قسمتی بشن از این پروژه. این گلابگیری از مرحوم پدر به ما رسیده. اولین گلابگیر قمصر پدر من بوده. تقریبا 70 سال پدر ما گلابگیری داشت. الان حدود 40 سال هم هست که ایشون فوت کرده، ما انجام میدیم کار گلابگیری رو. بعدش هم به مشهد، حتی به تمام کشورهای خلیج فارس، آسیای میانه، به همه جا صادر میشه. حالا خودتون به عنوان کسی که خب یک سابقه خیلی قدیمی دارین و مثلا دیگه موهاتون سفید شده تو این کار، چه چیزی تو گلاب شما هست که با گلابای دیگه کارخونه متفاوتش میکنه؟ گل در قمصر هست، در اطراف کاشان به نام سده اونجا هست. خود گل قمصر رو 30 کیلوشو بریزی، اون گل سده رو 60 کیلو بریزی، اون 60 کیلو جواب 30 کیلو گل قمصر نمیده. یعنی مطبوعی که خود گل قمصر داره و اسانسی که خود گل قمصر داره، گلای اطراف گنسیر ابدا نداره. کیفیت گلش فرق میکنه، خاکش اصلا فرق میکنه. خب میشه به ما همزمان توضیح بدین که چیکار میکنین؟ درب دیگو میذاریم، بعد درب دیگو میبندیم محکم. حالت این که حالت تقریبا زودپس مانند میمونه. وکیوم میشه. آره وکیوم میشه که در اصل بخار خدمه. خب الان اینو شما میذارین تو آب، اون لوله رو میذارین بهش پارچه. آره میگن پارچه گلاب. الان مثلا این 30 کیلو چقدر مایع گلاب میده؟ 40 لیتر. تا زمانی که جوش بیاد، زمانی که جوش اومد حرارت تنظیم به مدت 400 تا 400 تا نیم طول میکشه اون 40 لیتر برمیاد. ببین این گلاب 30 کیلو که در اومد یه پساب میبندن بهش. بله. این آب دومه. این گلی که الان میریزه دیگه آب نمیریزه. این 2 دفعه تبخیر میشه. یه دفعه اون پسابه بوده، یه دفعه اینی که میریزه میشه 2 دفعه میشه 2 آتشه. این 2 آتشی که میشه ماندگاریش زیاده. هرچی هم بمونه عطربوش بیشتر میشه، کم نمیشه. من دارم سریع میرم با خاطر که بنده خدا قرار بود که بعد از اینکه کارهای اولیه اون مسئله نورم چقدر زیاده تموم بشه،
به ما خبر بده. ولی من چون یک میزان زمانی گذشت و عرضم بزرگشون خبری نشد، گفتم که سریع بیام ببینم شاید بنده خدا یادش رفته، تا ببینیم دیگه بالاخره چی میشه، میتونیم اینو کامل بهتون نشون بدیم. خب توضیحی هم بدیم. در اصل به حساب توفاله گل هست که بعد از برداشت هیچ گونه خاصیتی نداره و در اصل گل رایات هست. بعد یک سوالی، این چیزایی که اینجا هستش که جمع شده میریزین صحرا. بعد از شما کسی هست که این کارا رو دوباره انجام بده از خانواده‌تون؟ از خانواده جوونا علاقه‌مند هستن که بیان جای شما رو بگیرن؟ نه بابا، جوونا حالا جا پی پول فقط میگردن، پی اینکه کاری بکنن که خدا پسنده باشه. نه، یعنی هنری که شما دارین بعد از شما 150 سال دیگه انشالله ما خب دیگه یه مشتری تهران داریم، یه مش شهرستان داریم، یه مش دوست آشنا داریم، ولی این کار مشکلیه. این الان این اگر 10 دقیقه کم زیاد بشه باید اونو بریزی دور. و اینا همه تجربه شماست، خودتون اشتباه رو کردین. و اینو من تست کردم اونجا داخل این پارچی که اینجا هست دماغمو کردم توش، بوش فوق‌العاده عالیه. یعنی واقعا آره، واقعا نشون میده که کارتون درسته. ما گفتن میتونیم بریم یه آبشین نفس با خاطر اینکه اجازه میدم پیاده را بریم. خب من وزنم زیاده دیگه، ولی کلا بهتون بگم که اومدیم تا یه جایی که دیگه ماشین نمیتونست بره. تو آدرس هم به ما همینو گفت راه هر دو طرفش سبز میشه و شما دیگه نمیتونید برید. و اینجا میتونید برید، یک آبشار هست که خیلی زیبا. رسیدیم اون آبشار. باورم نمیشه که تو دل یه عالمه سنگ بتونه همچین جای قشنگی باشه. اینو بگیر، دست منو بگیر که وزنم زیاده. وای اینجا رو ببینین، راه هم داره. یه هم اومدیم رو خاکی هم بشه. فقط کافیه روی سنگا ریز بخونیم که دیگه تمام تجهیزات زندگیمون شسته میشه. وسط ناکجا آباد بیان، اینم یک آبشار خیلی قشنگ. هیچ کس هم اینجا نیست، فقط ماییم. بیان قمصر. ما هنوز یک جای دیگه هم داریم که باید میریم، ولی دیگه به خاطر که فردا داریم سر صبح حرکت میکنیم برمیگردیم وقت نمیکنیم، ولی حتما بیان. اینم پایان امروزمون، یعنی پایان سفرمون به قمصر. من میخوام از این فرصت استفاده کنم بگم که واقعا اینجا با این قدمت خیلی چیزها هست که برای دیگران جالبه. اینا رو واقعا ول نکنین، بهش برسین.
زمان بذارین. امیدوارم که خب در قسمت‌های اول ما لذت برده باشین. هر چیزی که عرضم به حضور شما براتون عجیبه، هر چیزی که براتون سواله، هر چیزی که میخواین و یا هر پیشنهادی دارین برای ما کامنت بذارین. همه رو مطمئن باشین میخونیم. هر روز اگه جای جدیدتری باشه ما میریم، حتی اگر ایران و تمام شهراش رفته باشیم و متوجه شده باشیم که یک جا رو نرفتیم برمیگردیم و اونجا میریم. فرقی نمیکنه، روستا، شهر، هر جا باشه فرقی نمیکنه، همه جا میایم. هر جایی که بخوایم میایم معرفی میکنیم. هر کسی کمک بخواد به ما بگه، به من ایمیل بزنه، میایم سعی میکنیم که به اشتراک بذاریم، معرفی کنیم و بذاریم که دیگران عرضم حضور شما ببینن که واقعا چه سرزمینه، چه خاک پاکی ما داریم.